مولوی صاحبا چقدر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت، اما یک قدم او نرفت. مجبور دو قدمش مبرم دیگه. یک قدم او نرفت. ای مردم، در یک مجلس چند روز پیش بود، ما گفتم ای عواما شما خفه نشین که والا از ما مردم دزد است، از ما اختطافگر است، از ما قطاع طریق است، ملا پاک صاف در جنت میره. با خدا گفتم شما از دزد ما خبر نیستین، از قطاع طریق ما خبر نیستین، از اختطافگر ما خبر نیستین. دزد ما، قطاع طریق ما، اختطافگر ما کسایی است که از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کرده در جامعه وهابیت و سلفیت خدمت میکنه. دزد مال که خیر است دردش میره، اختطاف دردش میره، یک چند شلاق میزنه، 1,250,000 تحصیل میکنی خلاص میشی. از دزد دین چه رقم خلاص میشی؟ از دزد مذهب چه رقم خلاص میشی؟ از اختطافگر دین چطور خلاص میشین؟ از اختطافگر مذهب چطور خلاص میشین؟ بلیاز خدا ای عواما فکرتان بگیرید، شما کلگیتان مذهبیستین. کدام مسئله‌ای که از علمای سابقتان یا از علمای مذهبی امروزیتان شنودین همان مسئله را قبول بکنین. اما امروز افغانستان بعد از انقلاب یک دیگ بی سرپوش شده. در دیگ بی سرپوش کچالو پخته میکنه، شلغم، زردک، گوشت مرغ حرام بگم خیونش اون طرف، خیلی بزرگ گوسفندش علایده. هیچ کس نیست که اینا را منع بکنه. اما در زمان ظاهر و در زمان داوود یقین به خدا که اونا هر رقم بود، اما وهابی و سلفی را در افغانستان نمیمون. کتاب مذهب در کتاب فروشی ها نمیمون. جریمه میکرد که کتاب مذهب چی میکنه؟ نوشته بود دین اسلام مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امروز ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهبش غار میکنه، اما کلگی ما خواستیم. تا کی قطر شما مدارات میکنیم؟ مدارات نه، مداهنت است در مقابل دین و در مقابل مذهب. در روز قیامت ما در ابو حنیفه رحمت الله چی جواب خواهد گفتیم؟ دین به ما تیار کرده آمد، مذهب به ما تیار کرده آمد، 4 تا قطاع طریق آمدن، اونها والله ما موحد هستیم، والله ما فلان هستیم، میزنه به جان علمای گذشته ما، فلانی عالمی تیر شد، فلانی عالمی تیر شد، فلانی عالمی تیر شد. من نشانه های وهابیا و سلفیا را در شما بگم. در قدم اول که شروع میکنه والا پشت مرده کی خیرات کرده، کی اسقاط کرده، باز که شروع میکنه بعد از سنت کی دواره کشیده، بدعت است. تراویح را کی 20 رکعت خوانده، در بین تراویح کی سبحان ذی الملک خوانده، بدعت است. پول امامت بدعت است، پول ختم قرآن بدعت است. برو از میشه قیچی کرده برین به خیر خوبی. اما توسل به بزرگا بدعت است، توسل به انبیا بدعت است. در حج برو در زیارت پیغمبر علیه السلام نمیره. این علامه و نشانه وهابیا و سلفیا است و ما شما بفهمین، علما خو میفهمه این نشانه شون است. اینا دین از زیر قیچی کرده میره، میفهمین؟ ریش دراز روز یک نفری بابا موسی دیدم، بسیار خوب آدم بود، ریشش دراز بود. من گفتم چی بلاش داره؟ باز مولا امامش گفت که زن نو گرفته. اینا ریش از اینجا بزن امروز، از اینجا بزن امروز، از اینجا بزن، دینتان از 4 طرف قیچی کرده، بخیر سندر مندر کرده شما را میمانه. آخر چی میگه؟ در سفر که رفتن یک روز چی میگه؟ در سفر که رفتن ترک سنت است میگه، سنت در سفر نخوانین میگه. این علامه وهابیاست. ما خود وهابیایی چیزی نمیگم، نو یک کم شروع کردم. علمی مولوی صاحبا میفهمه که من در موسم حج میرم، یقین به خدا که وهابیای سلفیای سعودی همه قطر زدم به کمک الله به برکت امام بخاری رحمت الله علیه در کل جای اینا را بند کردم، حصر کرده گستم. در روایات معلوم است صحیح است پیغمبر علیه السلام اگر سنت در سفر ترک کرده وقت سفر حاد بوده، سفر ضرورت و مجبوریت بوده، اما سفر امن و امنیت خواندن سنت از خود پیغمبر علیه السلام خوانده. راوی عبدالله ابن عمر ترکم کرده خوانده هم، زنش مریض بود گفت یه عالمه مور خبر رسید عاجلیت بیا، گفت صحیح سنت ترک میکنه. اما امنیت موتر روان به کابل جان 50-48 نفر هستین، هیچ سنت ترک نکنید، سنتتون بخونید. مطلب ما چیست که اینا دین شما را قیچی کرده به خیر میبره. در مقدمه مسلم خواندین، شما نگین که مولوی چرا غیبت میکنه، این غیبت قبیحه نیست. در مقدمه مسلم گفته دزدای دین اگر علما معرفی نمیکنه این خیانت در دین است و کسی که بیان میکنه این دفاع از دین است. ما این دفاع از دین میکنم، دفاع از مذهب میکنم، این ما غیبت قبیحه نمیدانم. علامه و نشانه دیگر یا چیست؟ بزرگا و تصوفا را میدونه گله میشه جمع میکنه. چه قطر صوفی که بود کلش مشرک بود میگه. از جمله برادر عزیز ما محترم مولوی صاحب الله جل مجده جنتا نصیب هزی بگردانه، رفیق شاید از 50 سال زیاد رفیق شما از مولوی صاحب عبدالرؤوف وقتی که در پشاور بود
قربان مال خود قربان مدرسه کرد، با پول شخصی خود حولی را کرا کرده بود، با پول شخصی خود مدرس گرفت، با پول شخصی خود طالبا را مصرف میداد، خودش میرفت درس میگفت، مدرس معاش هم میداد. وقتی که از اونجا آمد در اینجا هم عین شکل الله جل مجدو خدمت دین از پیشش گرفت، در پول شخصی خود مدرسه را چلاند، اتاقا را انداخت، شاگردا و مدرسا را تا به روزی که زنده بود هم مگش تربیت کرد. اما در پیش همه نفرم شروع میکنه والا میگه یک بدعتی آدم بود، میگه والا این کارا را کرده بود. میگه در حدیث ترمذی شریف است یکی از جمله علامای وهابیا یا مثل اینا علامه قیامت است. علامه قیامت هم است که اخیر امت سابقه را لعنت میگه، بدگوییش میکنه. امیا که میگه از صوفیای گذشته و علما و مجتهدین گذشته را که تقبیح میکنه، این خود را علامه قیامت در حقیقت جور کرده است. مولانا روم رحمت الله علیه را چی جور کرد این مردم؟ به 4 کتاب کافر نکشید، در حالی که ما افتخار میکنیم پوهنتون مولانا، در حالی که ما افتخار میکنیم کتابخانه مولانا، در حالی که ما افتخار میکنیم میدان بین المللی او مولانا، در حالی که ما افتخار میکنیم شاهراه مولانا. اما مولانا را به 4 کتاب کافر کشید. شما مولا چی کردید؟ گردن کلیتان بسته است. تیز میگم دلیتان آسان میگم. چی کردین؟ کدام دفاع کردین؟ گردن کلگی ما بسته است. ما هم که تان شریک شدیم. با این خاطره طالبایی که شما فارغ شدیم، توصیه ما همیست که دفاع مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنیم. در هر منطقه رفتین بی‌جنا خبر بتین در مردم معرفی بکنین، غیبت نیست، دفاع از دین است. وهابیا و سلفیا را معرفی بکنین. به خدا یک مرتبه مال یاسین وارد منطقه جای گرفت، نه مدرسه است، نه خانه است، نه دارالحفاظ است، همه را میکشه. اون قاری غریبه نکشید. چی کردین در مقابلش؟ به هر حال در آینده دعا میکنم الله مرا هدایت دینی و استقامت دینی نصیب کنه. من محتاج هدایت و دین هستم. شیطان در کمین است، الله شیطان در کمین من نمان تو بزن. الله خاندان مرا هدایت دینی و استقامت دینی نصیب بگردانه. الله شما مردم هدایت دینی و استقامت دینی نصیبتان بگردانه. الله دین در خانه های ما بیار. الله دین در بین اطفال و جوانان و سیاسرای ما تو بیار. الله دین از مدرسه و از دارالحفاظا بکش، عام بگردان. در محکمه ببر دین الله جل مجدو، در قماندانی ببر، در امنیت ملی ببر، در وزارت‌ها ببر. یا الله در نتیجه در پایتخت مدینه ببر. الله قرآن در موجب ببر. تمام فیصله های ما را توسط قرآن و توسط علم دین بکن. الله این مردمی که تکلیف کشیده در این مجلس منعقد ساخته و در این گرمی شما ششتین، الله اجر عظیم برای شما بده، اجر عظیم بده. خصوصا برای مولوی صاحبی که درس حدیث گفتم، مولوی صاحبی که سرپرستی میکنه، برادر عزیز جهان ما مولوی صاحب عبداللطیف، الله این را عمر برکتی برش بده، همیشه خدمت دین مطابق قانون اسلام و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بگیره. الله مولوی صاحب عبدالرؤوف به همراه رفیقش که در پالوش است جنتا نصیبش بگردانه. الله برادرها و برادرزادا و بچه‌ها و نواسا و کنیکاسایش توفیق دینی بده. گفتی اوامای چراغ مولوی صاحب گل نسازه و این اثر مولوی صاحب زنده داشته باشه.